بخیلی برادران عزیز تأثیرش در نسل بسیار زیاد تأثیر میکنه. یعنی انسانی که خودش بخیل باشه فرزنداش هم این چنین میروند. وقتی فرزند همت بلند سخاوتمند جوانمرد نباشه از او بعد مردن امید دعا نداشته باش. چی رنگی که خودت امروز یعنی سختگیری میکنی و بخیلی و موسیقی میکنی ولی فرزندی تو هست. شیخ سعدی یک قصه دارد در بستان، میگه یک انسان بسیار انسانی یعنی بخیل بود، انسانی ممسک بود، دلتنگ بود. یک رفیق و یک دوستی جانی داشت، یک دوستی بسیار میگه نزدیک داشت. در حیاتش میگه یک بار همون دوستش خانش مهمانی آمد. اکنون بخیل هم باشه جای یعنی همت بلندش آمده است باید یک ضیافت نشان کرد، چون که دایم وقتی خانه او میرفت مهمانداریش میکرد، عزتش میکرد. این بخیل میگه فرزندش نزدش فریاد کرد، گفت پسرم اینجا بیا، نزدم بیا. گفت پدر چی میگه؟ فرما. گفت پسرم، گفت این دوستی جانی من است. گفت که خانه ای برم من بسیار ضیافت خوب میکنه. گفت اینا پول از من بگیر، راست بازار برم، بهترین و پیشترین گوشتی بازار بخر بیا تا اینکه ما با این یعنی دوستمون ضیافت کنیم. یکم فرزند اون بخیل که بود، فرزند حلالی، پول گرفت میگه راز نزد قصاب رفت، نزد گوشت فروش. گفت بهترین گوشت برای من بود که یک رفیقی نزدیک پدرم آمده است باید او را ضیافت کنیم. میگه گوشت فروش گفت که از من گفت برای تو یک گوشت میدهم، گفت که مثل مسکه برین ملایم است. وقتی هیچ را میگه از گوشت فروش فهمید، فکر کرد فرزند بخیل، گفت از گوشت مسکن یعنی بهتر بود که گوشت با مسکن مثال آورده شده، مسکن از اون طرف میره مسکن دیخرا. پول تگو اخی پولش گرفت، میگه پول گرفت راست نزد مسکن فروش رفت. گفت برادر گو یک دوستی عزیز و بسیار نزدیک پدر آمده است باید ضیافت کنیم، بهترینی یعنی همین مسکن تا برای من بودی. گفت هاز یک مسکه میتون برات که اصل برای شیرین ای بیس گفت پولا ما بودی. گفت ای مسکه د اصل خوب بوده کی این مسکش با اصل مثال آورده. میگه پول گرفت راست میگه نزد اصل فروش رفت. گفت که ای برادر گو یک بهترین اصل تا برای من بودی که رفیق پدرم آمده باید عزت مهمانداریش کنیم. اصل فروش گفت که هازی گفت من یک اصل میتیم، گفت آب بر این صافه مثل آب بر این صافه. شیر گفت من یافتمش. پول عقیبته گفت در نزد خانم یک چشمه بسیار آب صاف تازه گفت آب شیرینه. برام گفت یک کوزه همو یعنی چشمه آب میگیرم، پدرم خطی رفیقش میزنه آب چشمه را، از همه اینا آب خوب بوده. بعد حضرت گشت آمد میگه این فرزند یک کوزه همو چشمه آب گرفت رفت نزد مهمون و پدرش گذاشت. بعد پدرش پرسید گفت فرزند چی ای؟ من تو رو با گوش را یکم آب آورده. این حادثه یک با یک میگه نقل کرد. نزد گوشت فروش رفتم، گفت گوشت میت مثل مسکه. گفتم ای گوشت مسکه خوبتر. او گفت که یعنی مسکه میت مثل اصلا قصه کوتاه از همه بهتر می آب بود. از خاطر رفیق دوست دکن آب بزنی حضرت. میگه از جاش خشت تو فرزند شده آغوش گرفت ای پیشونیش بوسه کرد. گفت بچه‌م دیگه من شبهه ندارم تو فرزند حلالی من بوده. من همه کارو من میخیره گفت من. بعد گفت بچه‌م یک سه میپرسم تو این قدر گشتی نزد گوشت فروش رفتی، نزد مسکه فروش رفتی، نزد عسل فروش رفتی، تو فکر نکردی که این پاپوشی تهاش خورده میشوند؟ میگه این شخصیت این فرزند پدر گفت قدر ساده من فکر نکن. من وقتی فهمیدم که رفیقی نزدیک پاپوشی می پوشیدم رفتم. این پاپوشی تو تهاش نکه چی نشوند. مقصد که تأثیر بخیلی برادر عزیز در فرزندم تأثیر میکنه. به همین خاطر شما برادر عزیز حرکت کنید که امروز با غیرت باشه، یعنی همت بلند جوانمرد باشه تا اینکه فرزندای شما هم با غیرت باشن، همت بلند باشن که بعدی رفتن تو فرزندا هم با نیکی یاد کنن.